جوان بله بله کاکا جان. فکرت بگیری که دل غریب بیچاره ریج واد آزار نتی. نه خدا نکنه کاکا. نه که نمت گفتم دمی جوانیت سعی کو که دمی جوانیت باید که ما کمک کنی. خدا ما یک بدوا خدا. فقط 2 ساعت 3 ساعت برای ما وقت. به امان خدا. به امان خدا. دوستانو سلامونه او درنښت لرم صحت ولرئ. دوستانو دغه اکثره وخت چې تیریږو دغه بابا ډیر په چورت کې ناست ډیر پریشانه ناست دی. دا چې دی څه مشکل لري او څه ستونزه لري چې دی دومره دردولی دی او موږ څه ورسره کولی سو. نو دوستانو دا به د کاکا څخه واورو او د خپله وسه پورې به انشاءالله مرسته مو ورسره وکړو. تاسو وګورئ ډیر په پریشانۍ کې ناست دی. کاکا سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر است؟ چه دی خیر خیر؟ پشتو وای که پارسی وای؟ اردوشی نه. اردوش. خوب هستین؟ ساعتان خوب؟ بخیر هستین؟ سلامت باش. کاکا جان همین چند روز میشه که من شما رو میبینم همینجا ششتین. بله. بسیار پریشان و بسیار همین تو غمگین و چی مشکل دارین کاکا جان؟ مشکل نمیست که مشکل غریبی است. در خانه 11 سرایال که در خودم 11 سرایال است. گاهی پیدا میکنیم گاهی نمیکنیم. شبانه تا 9 10 بجه میگردیم دمی چوکا که باشه یک دام روزی. شب که پیدا کنیم خوب است، شب که پیدا نکنیم ناامید طرف خانه میریم. این تو وقت آمده کاکا جان که در خانه دست خالی رفته باشه؟ با دیگه برابری است که نمیشه مجبور در خانه چی آوردی میگم چی دینه دیگه تو کل گشنمو تو میشی. چقدر درد داره؟ درد ما خود زیاد است، خیلی چی کنیم. درد زیاد. خب کاکا جان یک پرسان از پیشت بکنم. اگر در 4-5 جنس ما برات یاد کنم که از جمله یک چیز کو انتخاب کو. هیچ نام از میگه پارو نگی. چرا کاکا؟ به خاطر از اینکه کدام ما 10 نفر واده کرد 12 نفر واده کرد برای تزیین میکنم رفت پشت کار خود برو بچیم پشت میگه پا نگرد ما را بان غریبی بیچارگی خود ما بان. خود تو یک دفعه مرا بان تا سخنهای خود تا آخر پورا کنم برای خود پورا کردم میدونی خود پشت میگه پا نگرد. ما اگه از بینی یا چوب چیز زمستان کتت کمک کنم یا چای برره یا روغن یا آرد کدام میشه کتت کمک بکنم باز؟ اگر برنج و روغن و آرد چیزا شد در خانه میره خورده میشه. برای ما که کار کردن میتونی یک زمینه کار برای ما برابر که ما کار غریبی کنم. چی کار میتونی؟ چی کار کردن میتونی؟ هر کار که زمینه کار ما خودم پیش که بود این توپای پلاستیک نیست. اون زمان سودا میکردم اون امور 1800 سرمایه بود. اونمو یک بچه که مریض شد اونمو فروختم دوا و دکتری از او زدم. دیگه نال ما واسه ندارم دیگه از او بخرم. این برنج آرد روغن که ببرن در خانه خو پس خورده یک زمینه کار برای ما برابر. چطور است بچه تال صحتش؟ حال شکر خوب است. خوب است. خب چند دانه توپ کتت کمک کنم. عالی صحیح شد. من خوش دارم که تو کار بکنی. امیگه پا پشتش نگر نمیتونی که ما 10 نفر واده کردینی تو 11 12 میشه. پروانه در ما 11 میشه باشم. برو پدر جان برو پشت میگه پا نگر نمیتونی. تو برای من تعدادش بگو چی که توپا را کتت کمک بکنم کتی پمپ و کلی چیزاشه. ما خو میگم پشت زمین گپا نگر نمیگه که کل مردم کدما میگه بازد را پشت کار خود نه تو ما میگه میزنی برو بیا در بان مورا پروانه ما کتی چیز خو که میتونی بگی کدما یک دانه توپ کمک کم زره زیاد بگو کاکا. کم زره زیاد می دانه هم که بسیار که تو بگونی اینا رو کدام 12 تا صحیح نه کم زره زیاد بگو تو یک دفعه یعنی 15 دانه نه کم زره زیاد بگو. برو بان مورا دیگه تو 1000 ما میتی نه چه خدا نکنه 1000 نمیتونم دادن از دیگه کم زره زیاد ما بگیم 20 دانه تو مرا داده میتونی 20 از یک کدام کم زره زیاد بگو نه که دیگه 1000 هم نتی خدا 1000 نمیتونم ما میفهمم 1000 قسم میخورم 1000 نمیتونم قسم که میخوری 1000 نمیتی مرا 30 دانه بته نه 30 دانه تو کم زره زیاد بگو کم زره زیاد چرا 1000 ما میتی نه 1000 نمیتونم کاکا 1000 یعنی خو مثلا نمی 1000 دادن است نه مرا چی داد مرا 40 دانه بته بگی 40 کم زره زیاد بگو نه که دیگه 1000 امانت اینه میگی میری باز پشت کار دینه خود نمیشه نمیشه. خب طرفای دیگر کجاست؟ ما گاهی دینه اینجا هستم گاهی اون چوک هستم همینجا میخوای همینجا میباشم 2 ساعت بعد کجاست؟ 2 ساعت بعد همینجا میگم هر جای میگردم 2 ساعت بعد همینجا باش. صحیح ما هستم صحیح تا 2 ساعت تو نشه که دگاه واری باز بگی بری پشت کارت نه انشالله چرا با ما هر کسی نمت زبان کردم ما غریب بیچاره رم دل ما را دم تو 1000 میتن میرن پشت کار. نه خدا نکن یعنی مقصد
خدا نکنه. آزار امانتی مقصد نه، نه، نگی نه، آزار کمک میکنی هم دلت نمیکنی مقصد آزار نه، من خالی پول نقد برات میدادم که برو برنج و چیزا را برای نه خود من هم زمینه کار برای ما جور شو خوب تر امی توپا را بر اونمو برای ما شو برنج چی داره بگیرن در خانه باز خورده میشه باز چی کنه خب همون زمینه کار برای ما پیدا شد باز وعده است که امی کارا ان شاء الله بازار وعده وعده است این من وعده میکنم 2 تا 3 ساعت ان شاء الله من برم صحیح صحیح که باز می یا نمی معلوم میشه دیگه ای جوان بله بله کاکا جان فکرت بگیری که دل غریب بیچاره ریج واد آزار نتی نه خدا نکنه کاکا نه که باز نه خدا ما یک بدوا خدا نخواسته برکت نکنیم خدا نکنه که نه ما را خونم تو مردم چی که ما خو گفتم دمی جوانی تا سعی کو که دمی جوانی باید که ما کمک کنی فقط 2 ساعت 3 ساعت برای ما وقت معلوم به امان خدا به امان خدا یار ډیر نوځوانان سره سخت کار مو ماته را کړی دي سره یې بیریږي چې اوس انفجار ونه کړي ټوله یې پاس ور ټوله نه لا ډاکه ما څلور دانې نور ولا د لاسو څخه خلاص کړ دوستانو دا دی پس له 1 ساعت ګرځېدو څخه مو دا دی کاکا پیدا کړي کاکا مو پیدا کړي دا دی سلام علیکم کاکا سلام علیکم جور بخیر سلام جور بخیر ساتم خوب بخیر هستی کاکا جان ساتم خوب بخیر هستی خیر و خیرات است حالی خو جنگ نمی کنی ولا علم تابانم اعتبار نداره تابانم اعتبار نداره هم دیگه شب بیار در مقادمه که مردم که ما زبان کده بود در یک تو در بفای دستا شدی جوان دیگه که در بفای خود دستات نشد بیار زود زود بیار زود زود بیار چند دانه میخواستی؟ ما 10 تا میخواستم حالیش تو شد حالا خدا خیرت بده دیگه در نمیخوا مردم که زبان کده بده نمی اولین نفر است که تو در وفای خود است روزانه چی که مردم که وعده میکرد هر کس در مثل تو که تو میکنم تو میکنم من تو میره پشت کار خود یک مقاطن کل مردم یک نمی تو خدا خود جوانی بیتم پام بتو بر تو در زبان خود استاد دیگه یکم در زبان خود استاد نبود خب چیکار خوش است من خوش هستم فقط بگی که مرا یک موتر بخشی یعنی فکر کنم برای ما موتر شد این نزلش خیر ببین این پمپش سلامت باشی خدا خیرت بده سلامت باشی خیر ببین ان شاء الله که دستی پر بری یک چند دانه هم فروخته بود چه بچه محمد چند دانه رو فروخته بود چی کردی پولم برای ما دادی یا خودت تو ولر پیسی اوری دوستان پیسی اوری برای ما دادن امی کلگی هستن او نمو کلش پیسه فروش است کلگی پیسه فروش است دستی میده مردم نه نمی پیسه فروش است چند دانه رو فروخته که پیسی خود نتیم برش کلگی خیر حالا یک داره بکستو تا نامت چیک بروا داره خب پیسه تو کم بدن دیگه کمی کلگیش از کاکا هستن دوستانو د محمد په لاس باندې مو دا توپونه ورکړل دفتر څخه چې تر دې ځای پورې راتلل مونږ مال ورته خرڅ یې کړه چند فروختې دانې شه سی روپا فروختې خیلی پیسه هست ده خیر ببینی نمیدونم برای ما بسیار چیز است سلامت باشی زنده باشی خیر ببینی صحیح شد مقصد در مقاد ما نفره که زبان کده بود اولین جوان تو بودی که ما در باده خود ان شاء الله که شام دستی پر بری توکل به خدا چیزی که رضای پروردگار خیر باش کاکا جان خدا خیر ببینی خدا خیر با کاروبار برکت باشه خداوند جل جلاله برکت شما را خیر ببینید کاروبار برکت باشه سلامت